شاید خیلی ساده باشه، ولی من تا حالا وزش باد رو لای موهام حس نکرده بودم. اینکه باد به پوست بدنم میخورد و حس شادی عجیبی داشت که کاملا باهاش غریبه بودم. بعد به این فکر کردم که من به عنوان یه زن نتونستم یه سری لذت ها رو تجربه کنم. انگار بدنم چیزی از این باد نمیدونه. و اونجا حس کردم که اصلا خیلی چیزها از زن بودن نمیدونم. انگار یه بخش بزرگی از زن بودن رو از دست دادم. بعدش به این فکر کردم که خب هیچ زنی نبوده که این لذت بردن از طبیعت و اصلا لذت بردن از زندگی رو به من یاد بده. و خب کسی هم مقصر نیست. اونا همون چیزایی رو یاد من دادن که بلد بودن. مثلا هیچ کس به من یاد نداده بود که میشه از زندگی لذت برد. میشه از رنگایی که توی طبیعت هست لذت برد. هیچ کس نگفته بود دویدن با موهای باز توی باد چه لذتی داره. هیچ کس نگفته بود میشه این شکلی هم زندگی کرد. میشه شاد بودن و ابراز کرد بدون اینکه بترسی، بدون اینکه فکر کنی دیگران راجع به چه فکری میکنن. تولدت مبارک مبارک مبارک، تولدت مبارک، بیا شمع رو فوت کن تا 100 سال زنده باشی. من هیچ زن شادی ندیده بودم.